everyone. Welcome to our channel دنیای زبانها. How are you? How is it going? Where are you? سلام دوستان گرامی هواداران زبانهای خارجی. درس 27 است از سلسله درس‌های انگلیسی در 99 روز. رسیدیم در مکالمه 12 Conversation 12 Buying a shirt. Buying a shirt یعنی پیراهن خریدن، کرتا خریدن. این سرلوحه این مکالمه و این مکالمه در بین ولی و وصفیه است. ولی و وصفیه. خب ولی میگه که های وصفیه، سلام وصفیه. خب وصفیه میگه که های ولی. خب یعنی سلام وصفیه، سلام ولی. ولی میگه که excuse me یعنی میگه که معذرت میخوام. یعنی اینها این ولی داخل یک مغازه شده است. داخل یک مغازه شده است، مغازه مثلا لباس فروشی و وصفیه در اونجا کار میکند به حیث خب یا فروشنده هست یا مثلا یاردمچی فروشنده. بنابراین وقتی که می‌دراید به مغازه دیگر ما اگر مثلا بخوایم که توجه یک کس را به سوی خودمان جلب کنیم، میگیم که یگان سوال داشته باشیم از وی، میگیم excuse me excuse me excuse me یعنی ببخشید. در تاجیکی نیز هست مثلا وقتی یک مغازه می‌ریم ببخشید این چند پول است، ببخشید پیراهن در کجا میفروشن، ببخشید مثلا فلان چیز در کجا میفروشن. یعنی با کلمه ببخشید میتونیم که صحبت را آغاز کنیم. در زبان انگلیسی نیز همچنین. خب excuse me. خب همین چیز رو فراموش نکنید. شما که وقتی که میخواهید با یک نفر صحبت را آغاز کنید میتونید از همین یک عباره عادی شروع کنید. excuse me excuse me یعنی معذرت میخواهم یا ببخشید. خب وصفیه وقتی که شنید که ولی گفت که excuse me، وصفیه در جواب گفت که hello sir may I help you may I help you. hello sir may I help you یعنی میگه که سلام آقا، سلام آقا. sir یعنی آقا میشود، آقا، جناب. خب در تاجیکی مثلا اگه بگیم که در مغازه و دکان ها با اکا مشهور است، مثلا میگه که سلام اکا چی خدمت کنم، سلام اکا چی خدمت کنم، سلام اکا چی کمک کردم میتونم. اکا. اما در اینجا سر استفاده میشود. hello sir may I help you میگه سلام آقا، سلام جناب، میتونم کمک کنم شما رو، میتونم شما رو کمک کنم. خب بعدن ولی میگه که yes can I see that shirt on the top shelf please. میگه که بله میتوانم من همون کرته‌ای که در رفک بالا قرار دارد همون را ببینم. یعنی یک کرته را دیده است و میخواد که همون را از دور دیده است، میخواد اون را از پیش ببیند که یعنی چگونه مال است. مثلا can I see that shirt on the top shelf please. shelf رفک میشود، یعنی رفک خب کتاب ها باشد، خب رفک لباس باشد، یعنی رفک shelf میشود. خب اگر این کلمه رو جمع کردنی باشیم shelf جمعش shelves و میشود. shelves shelves میشود. shelves shelves shelves. خب shelves. sure here it is here it is sure here it is here it is یعنی sure. خب sure البته می شود، البته. here it is یعنی انا وای، منا وای. خب با زبان روسی میگم که what اگر جنسی میونه باشه what انا یا که what انا what on مثلا. خب ولی میپرسد که how much does it cost یعنی چند پول هست، یعنی cost نرخ میشود. how much چند نرخش چند است، نرخش چند است. وصفیه میگه که $50 $50 یعنی $50 یعنی یک کرته $50 است. ولی میگه $50 that's too much یعنی این هم یعنی صرفه‌کار بوده است، اکونومیست بوده است، میگه که $50 خیلی قیمت است، یعنی $50 that's too much خیلی زیاد است. وصفیه میگه که how about this one
یعنی درباره اون دیگریش چی فکر دارین؟ How about this one؟ یعنی انا اینش چی فکر دارین؟ It's on sale for only $35. اون هم در فروش است، نرخش فقط $35 است. ولی میگه که I don't like that one. میگه من اون رو نمیپسندم، یعنی معقولم نیست. وای منده معقول نیست. وصفیه میگه که خب وصفیه میگه که How about the one next to the black gloves؟ میگه درباره اون که در بری دستک ها دستپوش های سیاه هست چی فکر دارید یا چی نظر دارید مثلا؟ بعدا در جواب ولی میگه That's nice، یعنی اونها وای خیلی خوب است، خیلی خوشرو است، خیلی زیبا است. How much is it؟ How much is it؟ How much is it؟ چند پول است؟ وصفیه میگه که $30. $30 یعنی $30 است. میگه که $30 است. خب ولی میگه که that will be fine. That will be fine یعنی خیلی خوب میشود. وای خیلی خوب است یعنی will be fine. از that همون پیراهن رو در نظر دارد. will be fine یعنی خوب میشود، یعنی زمانی آینده رو در نظر دارد. مقصد در زبان توش که خوب میشود نمیگه، میگه که انا او خوب است، انا وای خوب است، انا همونه که زور است نه. خب وصفیه میگه که is this color okay؟ آیا همین رنگ به شما پسند است؟ آیا همین رنگ خوب است؟ or would you like a different color؟ یا اینکه دیگر رنگ میخواین انتخاب کنین، یا که میخواین که دیگر رنگ باشد. different color رنگی مختلف، رنگی گوناگون، یعنی دیگر رنگ. خب ولی میگه که that blue one's fine. that blue one's fine. that blue one's fine میگه انا همون رنگی کبود خوب است. انا همون رنگی کبود خوب است، یعنی در توجیه میگم همون کبودش بهتره، همون کبودش بهتره. خب وصفیه میگه که okay here you are. okay here you are وقتی که ولی رنگ رو انتخاب کرد، پیراهن رو انتخاب کرد و اون وصفیه خانم رفت اون پیراهن رو آورد، یعنی اول okay گفت یعنی خوب، بعدا آورد و گفت که here you are یعنی مرحمت بفرمایید. here you are میشود که بفرمایید یعنی بگیر، یعنی وقتی here you are کشید یک چیز رو به یک نفر دیگر داده است. here you are here you are here you are یعنی بفرما، مرحمت. خب ولی گفت که thank you so much تشکر زیاد. thank you so much میشود که تشکر زیاد. و وصفیه گفت که you're welcome. خب خدا کنه که همین خیلی وصفیه ها ما و شما را وا بخورن و پیشواز بگیرن، بگیم که ما چیزهایی میخواستگیمونه بیابیم در مغازه و در دکانهای لازمه. خب درس 27 در همینجا به پایان درس 27 میرسیم و گفتنی هستیم که اگر درس های ما برای شما پسند باشد لطفاً زیر کردنی همون انگشت بالا یا همون دستی که انگشت بالا است فراموش نکنین و اگر پسند نآمده باشد خیلیش انتخاب کنین، دیزلایکش انتخاب کنین اگر به شرطی که پسند نآمده باشد، تا که بفهمیم که ویدیوهای ما تا کدام اندازه خوب رفته هستند. و اگر مهمون باشین لطفاً آبونه شدن رو فراموش نکنین. دستگیری های شما ما را نیرو و قوت روحیه جدید می آفرند، جدید می دهند که باز ما بگیم که درس های نو به نو برای شما تهیه کنیم. تا درس های نوبتی موفق و مؤید سربلند باشین و روزهای یکشنبه برنامه بیا گپ زنیم رو فراموش نکنین و بیاید اشتراک کنین و به سوال ها جواب بدین. See you next class. Goodbye.